در حال گزمه بودند که یک حمله کننده انتحاری مواد همراهش را در میان این نیروها منفجر ساخت. شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل چشم دیدشان را از این رویداد چنین بیان می‌کنند. نیمه بجې و دلته انتحاري وشوه، بس اوس دلته امنیت راغلی، امریکایان خپل هم راغلي ول، مونږ یې وړاندې نه پرېښودلو، شتلو جسدونه ډېر پراته ول، یې وړل. نیروهای ماموریت حمایت قاطع میگویند در یک حمله انتحاری که بر کاروان این نیروها در ولایت پروان انجام شده است، 3 سرباز آنان کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشته است. در مورد هویت این سربازان کشته شده گفته می شود که از اتباع چکن گزمه قوای ائتلاف، البته گزمه پیادهشان در سایه خلازه‌ای ولایت پروان، اینا در حالت گشت زدن بودند، اونا در حالت گزمه بودند که متاسفانه یک نفر از حمله انتحاری با نزدیکی اونا خودم میرسانه، خود انفجار میتن که در نتیجه تعداد 2 نفر از پرسنل اردوی میلی ما مجروح میشن، سطحی مجروح میشن. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را پذیرفتند و ادعا میکنند که در این رویداد بیش از 8 نیروی خارجی را کشتند. در جریان هفته جاری این دومین بار است که نیروهای خارجی در ولسوالی بگرام مورد حمله قرار میگیرند.